سلام به شما، خوش اومدید به این بررسی دقیق. امروز میخوایم نگاهی بندازیم به یه متن جالب از پادکست مسیر خودشناسی. متنی که یه سوال خیلی کلیدی رو مطرح میکنه. آیا واقعا این ترس از شکسته که جلوی ما رو میگیره؟ یا شاید هم یه چیز عمیق‌تره، یعنی ترس از شروع کردن؟ بیایید با هم این موضوع رو یکم باز کنیم برای شما. سلام. بله، سوال خیلی خوبیه. خیلی مهمه به نظرم، چون خیلی وقتا ما فکر میکنیم مشکل یه جای دیگه است. میدونی، فکر میکنیم ترس از نتیجه بده، اما این منبع میگه نه، مانع اصلی همون قدم اوله که بر نمیداریم. جالبه ببینیم این منبع چطور این ترس پنهانتر رو تحلیل میکنه. خب یکی از اولین نکته‌هایی که منبع روش دست میذاره چیزیه که میتونیم بهش بگیم توهم کمالگرایی. یعنی چی؟ یعنی اینکه همش منتظر لحظه بی‌نقص، دانش کامل یا اون شرایط ایدال بعد شروع کنیم. آها. اما منبع خیلی رک میگه که همچین لحظه‌ای اصلا وجود نداره و همین انتظار خودش یه مانع بزرگه. درسته؟ دقیقاً. و نکته جالبش اینه که طبق تحلیل این منبع چطور این کمالگرایی تبدیل میشه به یه بهونه‌ای برای به تعویق انداختن. این میتونه برای شما هم آشنا باشه، نه؟ وقتایی که منتظر بودین کامل آماده شین و خب نتیجهش این بوده که هیچ وقت شروع نکردین یا خیلی دیر شروع کردین. بله، کاملا. و انگار این کمالگرایی خب خیلی وقتا با یه چیز دیگه هم همراهه. منبع بهش میگه سنگینی بار انتظارات. هم انتظاراتی که فکر میکنیم دیگران ازمون دارن، بله. و هم که شاید مهمتر هم باشه اون انتظاراتی که خودمون از خودمون داریم. خیلی سنگینه گاهی. همینطوره. و ببینید چقدر جالبه که منبع تاکید ویژه‌ای میکنه روی انتظارات خودمون. یعنی میگه خیلی وقتا این خود ماییم که یه سری معیارهای غیر واقعی خیلی ایدئالگرایانه برای خودمون میچینیم و بعد ترس از این که به اون معیارها نرسیم حتی سنگین‌تر از نگاه بقیه عمل میکنه. این ترس از ناامید کردن اون تصویری که از خودمون ساختیم میتونه واقعا فلج کننده باشه. خب حالا با این همه مانع، کمالگرایی، بار انتظارات، منبع راهکاری هم پیشنهاد میده؟ بله، حتما. یکی از ایده های اصلیش اینه باز تعریف شکست. یعنی چی؟ یعنی به جای اینکه شکست رو آخر خط ببینیم یا مایه شرمندگی، بیایم اونو یه جور بازخورد ببینیم، یه داده، فرصتی برای یادگیری. آها، یه جون اطلاعات پس. دقیقاً. یه جمله کلیدی هم داره تو متن که میگه تنها راه واقعی برای شکست خوردن اینه که هرگز شروع نکنی. جالبه. تنها راه شکست شروع نکردنه؟ بله. این تغییر نگاه خیلی حیاتیه. اگه شکست فقط یه سری اطلاعات باشه که به ما میگه چی کار نمی‌کنه، خب اون وقت ترس ازش خیلی کمتر میشه، درسته؟ و شروع کردن راحت‌تر میشه. وقتی شروع نمی کنید، در واقع خودتون رو از این فرصت یادگیری، از این داده‌های ارزشمند محروم می کنید. درسته. پس شکست میشه بخشی از فرایند، نه پایانش. اما خب چطور میشه این نگاه رو واقعا عملی کرد؟ میدونید، حس شکست خوردن خیلی غریزی و قویه. سوال خوبیه. منبع اینجا بیشتر روی تمرین عملی و قدم‌های کوچک تمرکز میکنه. یعنی به جای اینکه سعی کنیم یهو کل باورمون رو عوض کنیم، بیایم روی قدم بعدی تمرکز کنیم. قدمی که ممکن باشه، همین الان قابل انجام باشه. اینجاست که ایده قدرت قدم‌های کوچک میاد وسط. قدرت قدم‌های کوچک، یعنی به جای فکر کردن به اون هدف نهایی خیلی بزرگ و شاید ترسناک، دقیقاً تمرکز کنیم روی اولین قدم ممکن، حتی اگه خیلی کوچیک باشه. مثلا چی؟ مثلا فقط باز کردن یه فایل ورد، یا نوشتن یه پاراگراف اول، یا فقط 5 دقیقه تحقیق کردن در موردش. قدمی که انقدر کوچیک باشه که مقاومت ذهنی برای انجام دادنش تقریباً 0 باشه. این قدم‌های کوچیک ببینید نه تنها اون ترس اولیه رو میشکنن، بلکه یه حس خوب پیشرفت و حرکت هم ایجاد میکنن، اعتماد به نفس میدن و این خودش سوخت میشه برای قدم‌های بعدی. این یه راهکار خیلی عملیه برای شما که از اون حالت سکون خارج بشید. فهمیدم. پس شکستن اون اینرسیه اولیه با یه حرکت خیلی کوچیک. و میرسیم به نکته آخر که به نظرم همه اینا رو به هم وصل میکنه. من بعد بهش میله پذیرش نقص.
پذیرش این که شروع کردن ذاتاً ناقصه. بله، دقیقاً. یعنی لازم نیست کامل باشیم تا شروع کنیم. باید به خودمون اجازه بدیم که اشتباه کنیم، توی مسیر یاد بگیریم، رشد کنیم. یه تشبیه خوبی هم داشت، مثل رانندگی تو شب، آها، درسته. که فقط چند متر جلوتر رو میبینی، ولی با همون دید کم میتونی کل مسیر رو بری. بله، این پذیرش نقص خیلی مهمه، چون فشار کمالگرایی رو کم میکنه. بار اون انتظارات سنگین رو هم همینطور. کلید ماجرا به نظر من همینه که منبع میگه. اراده برای شروع کردن. حتی اگه نقشه کامل نباشه، حتی اگه تجهیزات کامل نباشه. مهم اون شجاعت وارد شدن به مسیره. نه اینکه از اول تضمین موفقیت 100% داشته باشی. پس اگه بخوایم یه جمع‌بندی کنیم، حرف اصلی این منبع اینه که درسته ترس از شکست وجود داره، واقعی هم هست. اما خیلی وقتا اون ترس عمیق‌تر، اون ترس پنهان‌تر، ترس از خود شروع کردنه. همونه که ما رو در جا نگه می‌داره. دقیقاً. و این یه سوال مهم رو برای شما باقی میذاره که روش فکر کنید. حالا که این تمایز رو میدونید، چطور میتونید به جای اینکه با فکر کردن به نتیجه نهایی فلج بشید، روی برداشتن همین امروز یه قدم خیلی کوچیک تمرکز کنید. حتی اگه ناقص به نظر بیاد. قدمی به سمت اون کاری که مدت هاست عقب انداختینش. منبع معتقده که این اولین قدم، هر چقدر هم کوچیک، حیاتی ترین قدمه. بسیار عالی. از اینکه امروز هم در این کاوش همراه ما بودید